SPG کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان خواست که روزنامه‌نگاران خوشروز جمعیف و الفت خانم ممدشایوه را از زندان رها کنند. نامه عاجل مرکزی حقوق بشری تاجیکستان در وین به سازمان ملل متحد. از سرگیری پروازها میان دوشنبه و اسلام آباد. شرکت سامان ایر نخستین پرواز را دیروز 13 دکتر انجام داد. ایالات متحده آمریکا برای انتقال دادن سیستم‌های دفاعی هوایی پاتریوت به اوکراین آمادگی می‌گیرد. سازمان SPG کمیته دفاع از خبرنگاران که دفترش در نیویورک است، روز سه‌شنبه 13 دکتر با نشر یک اظهارات طلب کرد که مقامات تاجیکستان باید خبرنگاران خوشروز جمعیف و الفت خانم ممدشایوه را فوراً آزاد کنند و زندانی کردن نمایندگان مطبوعات را برای فعالیت کسبیشان بس کنند. در اظهارات کمیته بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران گفته شده است که تصمیم شاکی کننده مقامات تاجیکستان درباره محکوم کردن روزنامه‌نگاران خوشروز جمعیف و الفت خانم ممدشایوه به مهلت طولانی زندان، از جمله برای 20 سال حکم زندانی ممدشایوه که در سن 65 سالگی میتواند باقی مانده عمر خود را پس پنجره سپری کند، دهشت‌آور است. گلنازه سعید نماینده SPG در اروپا و آسیای مرکزی گفته است حکومت تاجیکستان کاملا نتوانسته است دلیل اعتماد بخش این حکم ها را پیشنهاد کند و مهر مخفی زدن به پرونده روزنامه‌نگاران کاملا بی اساس است. ممدشایوه و جمعیف باید فوراً آزاد کرده شوند. مرکز حقوق بشری تاجیکستان مستقر در وین دیروز 13 دکتر طلب عاجل برای جلوگیری از دپورت عبدالله شمس‌الدین از آلمان به تاجیکستان به دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو فرستاد. در این نامه عاجل آمده است در صورت اخراج عبدالله شمس‌الدین به تاجیکستان او به مثل حزب الله شاولی زاده به محض ورود بازداشت و شکنجه و زندانی خواهد شد. در آخر این سازمان حقوقی از دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد خواسته است که در این قضیه هرچه زودتر دخالت کند و از استرداد این فعال تاجیک به تاجیکستان جلوگیری کند. گفتنی است صبح 12 دکتر عبدالله شمس‌الدین پسری عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمس‌الدین سعید از طرف پلیس آلمان بازداشت شده به او خطر استرداد تهدید می‌کند. پلیس کوشش کرده است عبدالله را با پروازی که روز 12 دکتر به دوشنبه انجام شد به تاجیکستان فرستد، اما موفق نشده است. شمس‌الدین سعید به پیام گفت پسرش عبدالله را از جای استقامتش بازداشت کرده به سمت نامعلوم برده اند. تا حال از مکان بوده باش او به نزدیکانش خبر داده نشده است. در پس منظر سفر پرزیدنت تاجیکستان به پاکستان، شرکت سامان ایر عزمش برای راه اندازی پروازهای مستقیم میان دوشنبه اسلام آباد را اعلام کرد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی شرکت هواپیمایی سامان ایر، علاقه دیروز 13 دکتر نخستین پرواز از دوشنبه به اسلام آباد انجام شده است. گفته می شود دوامناکی پرواز میان دوشنبه و اسلام آباد 90 دقیقه است. عزم آغاز پروازهای منتظم به اسلام آباد در حالی است که رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان امروز عازم پاکستان است. در نظر است سفر پرزیدنت تاجیکستان به اسلام آباد 2 روز ادامه یابد. مورد به ذکر است که آخرین سفر امامعلی رحمان به اسلام آباد تابستان سال 2021 دایر شده بود. خبرگزاری CNN و ریترز با تکیه به منابع ماموریتی آمریکا خبر می‌دهند که واشنگتن تهیه سازش درباره انتقال سیستم‌های دفاعی هوایی پاتریوت به نیروهای مسلح اوکراین را به انجام می‌رساند. به گفته آنها تصمیم در این هفته می‌تواند قبول شود. درباره انتقال احتمالی سیستم‌های دفاع هوایی نو بار اول CNN با استناد به منصبداران بلندپایه آمریکا خبر داد. طور بخش روسی BBC با استناد از خبرگزاری CNN خبر می‌دهد نقشه پنتاگون باید از جانب وزیر دفاع لوید آستین تصویب شود و بعد این برای امضا به پرزیدنت جو بایدن فرستاده می شود. 3 منصبدار به CNN تصدیق کردند که این قرار تصویب خواهد شد. همصحبتان CNN نگفتند که اوکراین چند سیستم دفاعی را به دست آورده می تواند.
روزنامه‌نگاران یادآور می‌شوند که یک باتری پاتریوت عادتاً از یک رادار، یک ماشین فرماندهی، تجهیزات یاری رسان و تا 8 نصبی هر یکیش گنجایش 4 موشک داشته عبارت است. چندی پس از CNN خبرگزاری ریترز نیز خبر داد که مقامات آمریکا نیت این کشور برای انتقال سیستم پرقوت و مؤثر دفاعی هوایی به اوکراین را تصدیق کرده اند.